پروردگارا این قبارا و این دیاری ما خدایا نرسان، خدا نیاروش، از این قصدی ما رو خدا نجاده. این خانه این دوست، این روز جمعه روز اجابت دعاست. خدا به فریاد ما امید دارم. خدا در قرآن گفتی لا تقنطوا من رحمت الله، هیچگاه از رحمت من ناامید نشه. خدایا ما از رحمت تو ناامید نیستیم. خدایا رحمتت را بالای ما پایانداز گردان. پروردگارا از رحمتت ما را دور نگردان. از این مشکلی خدایا ما را نجات ده. پروردگارا این دیار تاجیکستان ما را خدایا از این پاک و اون را گم کرده هاش خدایا خودت هدایت کنو. پروردگارا تینجی آرامی را شامل حال ما گردان. امروز بسیار جوانان غریب فرزندای شما برادران که در روسیه پیشرفت بسیار کرده ایستادند، بسیار پیشرفت داره برادران خوف کلان است، خطر کلان است. همه فرزندای شما در اونجا هستند. برادر آنها خون دل شدند، آب دیدشان میریزه. از ما خواهش کردن که در این روز جمعه پدرهای ما آمین بگن، رشته فدای ما آمین بگن، دعا کنید از منبر در حق جوانان غریب. بیایید یک جای دعا کنیم. پروردگارا اون جوانان غریبی ما را از این بیماری نجات ده. خدایا آنها کی دستی آنها را میگیره، کی مشکلی آنها را آسان میکنه. کو پدر، کو مادر، کو اکا دادر، شاید جنازه آورده نشه برادر جان. به این خاطر با آیندان شما قسم وای به حال پدری که دعا نکنه نصف شب خیز نماز تهجد خوان. جوانی نازنین در حق پدر دعا بکن. دعای تو والله مبارک پیش خدا. دعا بکن، نماز شب خوان. گو پدر جانی من را در غریبی نگهبانش کن. مشکل برای راستش بر هدایتش کن، کمکش کن، ساعت سلامت به وطن بازش گردان. بیای ما و شما یک جای دعا کنیم. خداوندا از این بیماری آنها را نجات دهد. پیش کاشان مبارک و خداوند صاف و سلامت و با سری بلند با وطن بازگشتن را نصیب گرداند. دیار ما رو آرام و مرحوم سفراش بی خطر. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.